سلام به همه برابچ کانال روان سبز. امروز اینجاییم که با شما در مورد واقعیت درمانی الیس صحبت کنیم. سلام. خوشحالم در خدمتتونم، ولی خب الیس واقعیت درمانگر نیست. رفتار عقلانی. آره، شناخت درمانگر اسم. خب توضیح بده شما که اینقدر ادعاش میشه. نه من ادعام نمیشه. بحث آقای الیس اسم درمانی که داره REBT. آره، برای اینکه بخوام دقیق‌تر بخونم، رفتار درمانی عقلانی هیجانی. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقای الیس اومد گفت که چی تو زندگی شما بیشترین تاثیر رو داره؟ گفت رفتاره، گفت نه. گفت که احساسه، گفت نه. گفت پس چیه؟ گفت که تفکراتمون. یعنی چی؟ یعنی اونجوری که شما به مسئله نگاه میکنی اون مهمترین چیزیه که برای این شما. باعث اتفاقات میشه؟ نه، این باعث میشه که شما رفتارتون، احساستون و کلا پیامدی که اتفاق میفته و رقم میزنین متفاوت بشه. یعنی مثلا من فکر میکنم امتحانمو بد میدم، امتحانمو بد. آره، یعنی تو هر چقدر که فکر کنی امتحاناتو بدتر میدی، همونقدر بدتر میدی واقعا. خب از چطوری این اتفاق میفته؟ احساس بدتری. آقای الیس میگه که شما هر چقدر بدتر فکر کنی بدتر هم اتفاق میفته. حالا این قالبو میاد توی یه الگوریتمی تعریف میکنه به اسم الگوریتم ABC. خب هر کدومش اینا حروف الفبا نیست. هر کدومش یه چرا دیگه حروف الفبا است که ABC نیست. اینا هر کدومش یه مخفف یه چیزی. حالا اگه بخوام از روش بخونم خیلی بخوام چیز نکنم، A میشه activating event، یعنی رویدادهایی که فعال سازن. Bش میشه خب چی میشه؟ beliefs چی میشه؟ beliefs. آره، باورها. و آره. سی میشه چی؟ سی میشه consequences، پیامدها. یعنی چی میگه؟ میاد میگه که آقا شما یه اتفاقی تو زندگی براتون میفته، خب مثلا دعوا کردن با یکی. نه من با کسی دعوا نمیکنم. آره، یا مثلا حتی همین امتحانه. شما یه امتحانی دارید، شما یه سری باورها و تفکراتی توی ذهنتون پیش‌فرض هست. چون اینا شکل گرفته به هر دلیلی و با هر وسیله‌ای که اتفاق افتاده. الیس میگه هست. این اتفاقا شما به وسیله این باورها شروع کنید تفسیر کردن. یعنی میگه آقا این الان اتفاقی که میفته چه اتفاقی خواهد افتاد، یا اتفاقی که افتاده است به این دلایل بوده است و خلا هر چی. شروع کنه به تحلیل کرده به وسیله این باورهایی که توی ذهنش بوده. و در نهایت هم یه پیامدی حاصل میشه. پیامد یعنی اون نتیجه، روی کرد و احساسی که شما از اون اتفاقه براتون میمونه، براتون سازگار میشه. یعنی مثلا توی باور بیای خونه این واسه، یعنی مثلا میخوام صدا به صدا برسه. مثلا توی بحث امتحان من فکر میکنم که امتحانمو بد میدم، بعد شروع میکنم هی به این قضیه فکر کردن و باورش میکنم که بد میشه امتحانم. بعد یه سری رفتار تشکیل میدم، مثلا درس نمیخونم از شدت استرس شاید. بعد از اینکه درس نخوندم خب امتحانم خراب میکنه. بعد این برای من یه باور میشه که اگر من که اینطوری بخوام که من آدمی که نیستم که درسم خوب باشه، امتحانم خوب نمیشه. اصلا کلا امتحانم خوب نمیشه. یا حتی مثلا اینجوری بگیم که خب من ریاضیم خوب نیست، پس امتحان ریاضی خراب میکنم. با این یه رویداد فعال سازی به اسم امتحان ریاضی هم میاد. شما با این باوری که من امتحان ریاضیم خوب نیست، میری میشین سر امتحان ریاضی و خراب میشه و عملکردت به وضوح میاد پایین. یعنی شما 100% توان مغزت هم حتی اونجا به کار نمیگیری و پیامدش میشه این که شما از ریاضی متنفر میشی، شما از درس متنفر میشی و قص الاهاست. یه جایی شنیده بودم که استرس و اضطراب و تفکرهای منفی باعث میشه که رتبه آیکیوتون 30 نمره حتی بیاد پایین. و فکر کن اگه یه نفر رتبه آیکیو 100 باشه بشه 70، زیر چند میشه عقب افتاده؟ 45. آره، نیازمند به تعلیل بیشتر. آره همون عقب افتاده میشه. فکر کن اگه 70 باشی میشی 40 و نهایتاً 40 میشی. خیلی مسئله مهمی. خب حالا یه سوال دارم من. حالا الیس که اینا رو گفت، راه حلی هم براش داره؟ آره. ببین عموما روان درمانگرا تا میخوام بیان یه
درمانی ارائه بدم میان یه مسئله یا یه چالشی مطرح میکنن که میگن آقا این مسئله ماست و ما باید این مسئله رو حل بکنیم. حالا هر کدومشون بقیه‌اش یه کاری نداره. آره هر کدومشون یه چیزی گذاشته بود. آقای الیس با توجه به اینکه تفکرات یه جورایی عامل تمامی اتفاقات میدونه، باورهای غیر عقلانی رو میاد دلیل شکست ها میدونه و میاد باورهای غیر عقلانی رو شروع میکنه به درمان کردن و درمان ها و پیشنهادها و تجویزهایی هم که داره ناظر به باورهای غیر عقلانی. مثلا باور غیر عقلانی که میشه براش مثال زد اینه که هیچ کس منو دوست نداره یا من هیچ وقت موفق نمیشم، یعنی همش مطلقه، هیچ وقت. آره آفرین، دقیقاً باورهای غیر عقلانی هم خیلی مطلقه، یعنی نه ناظر به فرده نه ناظر به اتفاقه نه هیچ، عموما مطلقه، یا اینه که واقعا به واسطه اتفاقات تو زندگیش این باور تشکیل شده که هی این مورد مکرر تکرار شده و دوباره شده باورش. دقیقاً تو همون لوپی افتاده که خب یه باوری تشکیل شده، خودش هم افتاده تو این بازی دیگه، هی تشدید شده، هی تبدیل شده به باور نهادی غیر عقلانی. آره. غیر عقلانی هم هست. آره عقلانیش چی میشه؟ عقلانیش میشه که خب چرا همه باید منو دوست داشته باشن، باید یه چیزی داشته، همه نباید از من خوششون بیاد لزوما. سلایق متفاوته، یا ممکنه که من از هر 10 تا کار 8 رو درست انجام بدم حالا یه دونه امتحانو خراب کردم. آره دیگه. یا شاید اصلا تو آدم درس خوندن نیستی، تو آدمی مثلا برنامه نویسی، کسب و کاری، به چه بازاری به قول اسمانی. من پا میشم میرم نظر کسب و کارم. آره و لزومی نداره که شما حتما همه دوست داشته باشن یا حتما توی یه کاری موفق بشن. حالا آقای الیس میاد 3 تا درمان پیشنهاد میده به درمان جوهاش، به قول این آقای جرالد کوری. میگه که درمانی که ما داریم به اسم دیسپوینتینگ. یعنی چی؟ میگه آقا یکیش اینه. آره اولیش اینه. میگه که آقا قبول، شما آدمی هستی که یه همچین باوری داری. نمیاد بگی که باور غیر عقلانیه. میگه که قبول، شما یه همچین باوری داری که به عنوان مثال همه باید منو دوست داشته باشن. میگه شما برای این باورت شروع کن دلایل منطقی بیار. آها. مثلا یه مثال بزنم میونه صحبتت. دیروز داشتم یه پستی تو اینستا میخوندم، نوشته بود که شبکه‌های اجتماعی باعث شدن که ماها به اعداد حساسیتمون از دست بدیم. چرا؟ مثلا اینکه تو 15 تا لایک فکر میکنی کمه، ولی اگه توی دنیای واقعی 15 نفر بگن چقدر این عکست خوبه، خیلی انرژی خوبی میگیری. آره، یعنی اینکه ممکنه که همه دوستمون نداشته باشن توی این مثالی که زدی، ولی ممکنه از هر 10 نفر 2 نفرشون دوست داشته باشن و خب تعدادشون خیلی بیشتر از چیزی که تو تصور میکنی. شاید این بشه دیسپوینتینگ. خب بگو. باید شروع کنی باور دلیل منطقی بیاری برای این باوری که داری. و الیس معتقده که هر چقدر تو این قضیه کند و کاف کنی، جلوتر بری، دلیل منطقی بخوای پیدا کنی، به جای میرسی که باورهایی هست که دلایل منطقی خیلی بیشتری براش داری که تو زندگی داشته باشیشون و تو نداریشون. یا اینکه نمیتونی دلایل خیلی زیادی پیدا بکنی برای این باوری که تو داری. پس این باوری که تو داری، پس این باوری که تو داری میشه باور غیر عقلانی و اون باوری که تو میتونی ازش استفاده کنی میشه عقلانی. باور عقلانی. چون والا کلا کارای الیس تو بحثای ذهنیه، تفکریه، تجویز هم که میده عموما انتزاعی. انتزاعی. خیلی چیز رفتاری یا مثلا تمرینیه، رو خودت کار بکنی. آره دقیقاً. مثلا یکی دیگه از تکنیکایی که داره، حالا اسمش اینه که تکنیک تجسم مثبت و تمرین رفتارهای جدید. این دو تا رو با هم همیشه استفاده می‌کرده ظاهرا. که چی؟ که آقا بیا این موقعیتی که شما همیشه منفی میدید یا بیا این بار مثبت ببین. بیا بگو که آقا من ریاضی بلدم و من امتحان ریاضیمو خوب میدم. من توی ریاضی ضعف ندارم. عموما فکر کنم بشه باوراش مخالف باورهایی که ما همیشه داریم قبلا خودش داشته. اگه اشتباه نکنه و شاید یه موقعیت جدیدی اصلا باید متصور بشه. بیا آقا کلا نگاه بده به مسئله مثبت کن. مثلا بچه‌ها یه چیزی بگم، من یه مدت زیادی رانندگیم خوب نبود. همین کارو کردم، با خودم گفتم نه من رانندگیم خیلی عالیه، خیلی هم تصادف کردم تا به این نتیجه برسم که رانندگیم خوب نیست،
ولی کم کم تمرین کردم و رفتارهای جدید یاد گرفتم و پیش آدمای مختلف دوره دیدم، توی اینستاگرام، توی یوتیوب آموزش خیلی زیاد دیدم تا تونستم یه سری کار خیلی خرکی هم کردم، مثلا دستی می‌کشیدم، دریفت می‌کشیدم، ولی خب الان خیلی رانندگی خوبه، نه رانندگی بد نیست، حداقل الان نمردیم، حداقل نمردیم هنوز. و میگه شما این موقعیت جدیده که متصور میشی شروع کن متناسب با موقعیت رفتار جدیدم انجام بده. یعنی مثل یه بچه درس خون بشین ریاضی بخون، رفتارت هم باید عوض کنی. آره اینجا رفتار شده سیخت، عجیبه متناسب با اون. آره دیگه ببین سه تا چیز بود دیگه، 3 تا تریگر بود دیگه، یکیشون باورها بود، یکی اون اتفاقه بود و یکی هم رفتارها بود. اتفاقی که تاثیرگذار نیست توی این قضیه، الان ما نمیتونیم کارش بکنیم، امتحان ریاضی داری. اون چیزی که میتونی تغییرش بدی یا رفتارته یا باورته یا پیامدیه که به واسطه اون میتونی تغییرش رقم بزن. من میگم شما رفتار جدید رقم بزن و شما هر چقدر این قضیه رو تمرین بکنی این باور جایگزینه باور قبلیت میشه. چه جالبه. تموم شد دیگه، چیز دیگه ای من ندارم. من یه جمع‌بندی پس بله حتما. رابرت اسمش آلبرت آلبرت الیس یه نظریه‌ای داره که مبنای اون نظریه بر اساس رفتار و باورهای ماست. عنوان میکنه که 3 تا تریگر و 3 تا عامل توی یک نتیجه و یک پیامد تاثیرگذاره. یکی اون اتفاقی که داره میفته، یکی که اسمش activating event بود، یکی باورهای ماست، بیلیف های ماست و یکی هم کانسکوئنس ها یا پیامدهای اتفاق و رفتار ماست. میاد میگه که اگر ما باور منفی داریم، مثلا اینکه غذای من خوب نمیشه، مثلا اینکه امتحانم خوب نمیدم، امتحان ریاضی رو من هیچ وقت خوب نمیدم مثلا، میگه اگر یه همچین اتفاقی داره میفته و ریشه‌ش رو بخوای بررسی بکنی توی باور توه اون ریشه، پس بیا چیکار کن؟ 3 تا درمان داشت. یکی اینکه این باور رو به باور مثبت تبدیلش بکن، بیا رفتارهای جدید انجام بده یا اینکه با اون باور جدید مثبتا، یا اینکه اصلا بیا دلیل منطقی براش بیار. مثلا چرا من ریاضیم خوب نمیشه؟ چون درس نمیخونم، چون از منابع درست استفاده نمیکنم، یا دقتم پایینه، یا هر چیزی. یا اینکه مثلا عقیده داری که همه باید دوستت داشته باشن، در حالی که تو 300 تا فالوور داری که همیشه لایک میکنن پستاتو. یعنی منطقی اینه که 300 نفر حداقل دوستت دارن. پس یه دلیل منطقی براش میچینی. یه نکته ای هم که اینه که لزوما تغییر فکر منجر به پیامد موفقیت آمیزی نمیشه. یعنی چی؟ منطقی باید نگاه کنی بهش. یعنی اینکه آقا تو شاید یه جایی تو حالا مثال امتحان ریاضی به نتیجه میرسی که تو استعداد ریاضی نداری. میذاش کنار. آره و دیگه اونقدر که امتحان ریاضیت خراب بشه به هم نمیریزی. باور غیر عقلانی این که آقا من در ریاضی باید سرآمد باشم میره کنار. تو نمره ریاضیت بهتر نمیشه ولی تو آدم خوشحال‌تری میشی. خب حس مثبت هم همیشه بهترین. همیشه دلیل همه مراجعین و روانشناسان اینه که یه حس مثبتی داشته باشه. بگم من فکر می‌کنم مشاوره خیلی تأثیری توی زندگیمون داشته باشه. خب اگه که بخوای خیلی طولش ندیم این برنامه رو، ماجراجویی‌های ما توی روانشناسی و مشاوره تازه شروع شده. حتما ما رو دنبال بکنین، اگه خوشتون اومدم لایک بکنین و کامنت بذارین، حتما نظراتتون رو در مورد ویدیوهای ما بگین. مشتاق دیدار شما در ویدیوهای بعدی هستیم. چیز نداری گفتم؟ نه خیلی خوشحال. خدا نگهدار. خوشحالی؟ آره. خیلی ممنون. خداحافظ. مشتاق قطعش کن. شروع کنیم؟ عموچه شروع کنیم. درن برو. سلام به همه فالوورهای عزیز. فالوور نیست که نه سلام کن. به هیچ کی سلام نکن. سلام کن. بدون کات بریم. بدون کات؟ آره بخند وسطش هیچ اشکالی نداره. 5 دقیقه فقط میخند.